از آشناییتون خوشحالم. فیروزه، طرحایی که خواسته بودین رو براتون آوردم. با هم میبینیم. میخوام نظرتو بدونم. پروژه چی؟ مرکز خرید جدیدت. پس چرا من بیخبرم؟ چرا بچه تیمم بیخبرن؟ در ضمن چرا این جلسه به جای شرکت باید توی خونه انجام بشه؟ من هنوز اون یکی پروژه رو تموم نکردم ارسان. فیروزه برو تو، منم الان میام. پروژه رو نگاه کردم و بررسیش کردم. نمیشه؟ حالتون خوبه؟ یکم سرم گیج میره. میشه برام یکم آب بله حتما. من مناقصه اون پروژه رو برنده شدم. اون موقع از این خبرها نبود. اگه برنده شدن تو این کار کردی؟ لازم نکرده زبونی ازم تشکر کنی. این کار که میکنی اشتباهه. ببخشید، خیلی معذرت میخوام. ببخشید. اشکالی نداره. راهنماییتون میکنم به اتاق کار. اونجا هم آب هست. وقتی همکارای من اینجا نیستن تو حق نداری با مهندس تازه به دوران رسیدی که تازه فارغ التحصیل شده کار کنی یا اینجا جلسه بذاری. میشه یکم آروم باشین؟ به نظرم الکی عصبی شدین. من اجازه نمیدم. قبولم نمیکنم. این دختری که میگی تازه کاره قبلا 3 سال تو شرکت کوکتایان دستیار پروژه من که 3 سال. آره؟ جون من؟ چیه؟ تعجب کردی؟ فرقی نمیکنه. مهم اینه همکارای من اینجا نیستن. برای همین قبول نمیکنم. تمام. به دستیارتم بگو طرح‌ها را برگردونه شرکت. باشه، قبول. دقیقاً 1 ساعت دیگه جلسه داریم. خیلی فوری. نقشه‌مو به هم زدی آیاز. بهتره همه سر وقت اونجا باشن. عشقم خیلی عصبانی شدی. داداش تو هم اینجایی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه کلاس نداری؟ پارچه های لباس عروسی که آبجی براک انتخاب کرده بود آوردم. تو اینا رو کجا ببرم؟ ببرم اتاقتون آبجی براک؟ عزیزم چی؟ چی داره میگی؟ اتاقتون یعنی چی؟ چه اتاقی؟ در موردش بعدن حرف میزنیم عشقم. الان عصبانی. براک جریان اتاق چیه؟ راستش رو داشتم برامو یه اتاق حاضر کرده. اصلا امکان نداره. اورهان چه خبر؟ سلامتی. تو چه خبر؟ هیچی. عشقم خب بعد از عروسی جایی نداشتیم، برای همینم این کارو کرده. خودم خونه پیدا میکنم. بسپارش به من. باشه عشقم، هرچی تو بگی، فقط آروم باش. وقتی اینطوری عصبی میشی من واقعا کل روزم خراب میشه. لطفاً باشه دیگه عصبی نیستم. خوبه. خوب شد برمیگردیم شرکت، چون یکی از طرح‌ها نیست.
سمت ماسلک خونه میگیریم. حرفی ندارم، هر جا تو بخوای میریم. اتکو ماشین من کجاست؟ چرخ راستش کمباد شده بود یا اوز برده بادش کنه. آقا عیاز نمیدونستم اونقدر زود میرید. حالا ماشین رو میفرستم همون جایی که هستیم. باشه مهم نیست. شما هم با ما میاین؟ زود باشین. باشه بریم. آیاز عقب بشین. فیروزه تو بشین پیشم. ارتان باید فوراً صحبت کنیم. چی شده؟ نباید یه ثانیه هم دست بدیم، زود باش. مامانم چیزی شده؟ چه خبر شده مهوش؟ خیلی خوب شما برید شرکت، منم میام. قرار بود یه خبر توی روزنامه ها چاپ بشه. بیا بیرون صحبت کنیم. شب میبینمت عشقم. نگران شدم، من میرم. من خودم میرم. فیروزه لطفاً سوار شو، خواهش میکنم. با هم حرف میزنیم. بیا. کدوم روزنامه؟ خبرنگارش کیه؟ این جوزمت گفته مدارکی دارم که باهاشو میتونم خاندان دمیرکان نابود کنم. با همون خصومت شخصی داره؟ ممکنه. چه خبره؟ معلومه یه خبری هست. حالا من غریبه شدم، بگی منم بدونم. خب یه بحث ساده کاریه، ناراحت نباش، حواسم به همه چی هست. کاریه؟ آره؟ فکر کردم مامانم طوری شده. نه بابا عزیز من، برو تو، برو. بعضی وقتا خیلی دوست دارم جای براق باشم. زود باش تعریف کن مهوش. اینجا چیکار میکنی؟ 2 هفته از دیدنمون میگذره، بعد از اون 2 هفته ارتان میاد میگه فیروزه شده دستیارم. مگه میشه؟ اتفاقیه؟ همه اینا اتفاقیه؟ فیروزه لطفاً سکوت نکن. حلونشم مغزم داره از عصبانیت میترکه. خواهش میکنم این کارو نکن، چون میدونستی من اینجام تو اومده اینجا. ره؟ ها؟ این حالت آدمو دیوونه میکنه. نه این که توی مغزت پر از سواله و همشون بی جواب موندن. این سوالا سر تو رو درد بیاره، نه من. چطوره آیاس؟ خیلی سخته. من ماها حس 1 ساعت پیش تو تجربه کردم، برای همینم برو بمیر. برو توی سوالت غرق شو، چون من نه جوابی براشون دارم نه سوالی، هیچی. نامرد. گوش میکنم. آیاز گوشیو بده فیروزه. بفرمایید آقا. فیروزه جلسه لغوه، فردا ساعت 9 بیا شرکت. الان داشتم میرفتم شرکت، که بخواین که نه لازم نیست. آخه الان تو راهم. گفتم لازم نیست، چرا مجبورم میکنی دوباره بگم؟ باشه آقا ارتان، هر طور مایلید. فردا صبح میبینمتون. نگهدار پیاده میشم. مگه نمیریم شرکت؟ چی شده؟ خبری از جلسه نیست، گفتم نگهدار پیاده میشم. نگه نمیدارم، باید حرفمونو بزنیم فیروزه. ما حرفی نداریم بزنیم. داریم. چرا اومدی؟ به تو چه که اینو از من میپرسی؟ مگه من ازت چیزی پرسیدم؟ مگه ازت پرسیدم آیاز این مدت کجا بودی؟ مگه ازت پرسیدم چرا وسط راه ولم کردی رفتی؟ مگه ازت میپرسم این 2 سال کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ وقتی من هیچی ازت نمیپرسم، تو به چه حقی از من این سوالا رو میپرسی؟ تو از من چه جوابی میخوای ها؟ اصلا چه جوابی دارم که بهت بدم؟ بگو آیاز، جواب چی رو میخوای؟ 2 سال غیبت میزنه، بعدش هم یه دفعه جلوم ظاهر میشی در حالی که نامزدتم کنارته. من به هیچ کدوم از سوالات جواب نمیدم. میدونی چرا؟ چون برام اهمیت نداری.
حالا دیگه ماشینا نگه دار. فیروزه بهت گفتم ماشینا نگه دار. فیروزه ولم کن، بریم دست نزن. هدف من نبش قبل نیست. چرا این کارو میکنی آیاز؟ مگه همین گذشته تعیین نمیکنه کی هستیم و در چه حالیم و چه شخصیتی داری؟ مگه رفتن و غیب شدن بهترین کاری نیست که بلدی؟ مگه چند سال پیش که توی مرسین بودینم باباتون رو ول نکردین و رفتین استانبول؟ وقتی اینو بهم گفتی باید میفهمیدم. مگه میشه یه آدم باباشو ول کنه؟ آره، آیاز ول میکنه. فقط نفهمیده بودم کسی که باباشو ول میکنه منم ول میکنه. بیا اینجا ببینم، برو بیرون. بلم کن، تا صبح همینجا میمونی ها. خواهش میکنم تو دخالت نکن زن، تو دخالت نکن. گفتم بلش کن. آیاز به مامانم دست نزن. دخالت نکن پسر، وگرنه میکشمت. فهمیدی؟ میزنم میکشمت. عمران تو چه کاره ای؟ فکر کردی کی هستی؟ سرت دستت تکون نخوره، فهمیدی؟ فیروزه کافیه. حالا که دیدی من اینجا، حالا فهمیدی دیگه؟ نباید پیش ارتان باشی، نمیشه کنار هم باشین. تو چه کاری که اینو از من میخوای؟ این زندگی منه و تو حق نداری توش دخالت کنی. در ضمن تو کی دیدی من به خاطر حرف کسی عقب نشینی کنم یا جلو سرخم کنم ها؟ یه سال دستمو گرفتی اما اصلا منو نشناختی. تو برو با نامزدت مهمون جوناتو دعوت کن. هر جا هم منو دیدی روتو کچ کن. برو. بله؟ آیازم کمکم کن. چه کمکی؟ گفته بودی هر کاری بخوام میکنی. هر چی بخوای. خواهرم رو دوست داشته باش و باعث شو لبخند بزنه. همین کافیه. حاضری اون عشق عمیق و گذشتتو فدا کنی؟ حاضری خودتو وقف براک کنی؟ آره حاضرم، فقط مامانم با نجات بده. چی شده؟ دستم ارتان که کسی نباید خبردار شه. قول میدم بین خودمون میمونم. اینجاست داداش؟ آره فلیس. خونه قبلیمون بهتر بود. اونجا حداقل چشممون به دریا میخورد. تو چی میگی اصلا؟ من داشتم دیروز میمردم. معلوم هست چی داری میگی. خیلی ناراحتی، برگرد برو پیش بابا. آخ اگه اونجا بودم. خونه قبلیان چیزا بیخیالگی داستانش تموم شد. بابا یه بار پیدامون کرده. این یعنی چی؟ یعنی میتونه دوباره پیدامون کنه. نمیشه کارو کرد، برای همین اومدیم اینجا داداش من. باشه داداش، میشه کلیدای خونه رو بدی بریم تو؟ بیاین بریم. هیچ وقت نباید بفهمن که پدرشون مرده و قبرش کجاست. نمیفهمن مامان. نبایدم بفهمن، چاره دیگه ای نداریم. این یه راز بین ما دوتا. هر چه آدمای بیشتری بفهمن خطرناکتره. حداقل به من بگو
کجا خاکش کردی؟ چطور حلش کردی؟ یه جوری حلش کردم. تو به این چیزا فکر نکن مامانم. هیچی از این که تو حالت خوب باشه مهمتر نیست باشه؟ پس بیا دیگه در موردش بحث نکنیم. ببین الان همه با همیم، حالمون خوبه، از این دید بهش نگاه کن. خدا کنه این گناه پاگیرمون نشه، خدا کنه. زندگی خیلی عجیبه نه آیاز؟ دیروز داشتی به من درس برادری میدادی؟ حالا اومدی مهمترین راز زندگی تو به هم گفتی. بنداز. پس درس اصلی چیه؟ نباید آدم پر ادعایی باشیم. دفترچه حساب، سویچ ماشین و کلید خونه. تو نرو. گفتم باش اما فکر نکن رو همه فروختم. پول لازم ندارم، خودم در میارم. ماشینم نمیخوام، اتوبوس و مینیبوس هست. نمیدونم میدونی چیان یا نه، ولی اینو بدون، مردی که نتونه بالا سر خانواده‌اش سقف جور کنه مرد نیست. اینا رو دادم به خواهرم بخوری و در حدش باشی. من فقط یه قول بهت دادم، باید به همینم راضی باشه. بهش عمل میکنم و پیش برک میمونم. خوب میکنی. یادت نره خاک و جسد هنوزم گرمه. بنداز. براک چطوری؟ آیاز خوبم، تو چطوری؟ خوبم. وقت داری یه چیزی با هم بخوریم؟ الان میام. منتظرم. خوش اومدین آقا ارتان، بفرمایید. خوش اومدین. الکی زحمت کشیدین تا اینجا اومدین. بعد از تماس مهوش خانم سریعا خبر رو لغو کردم. واقعا؟ اما تا وقتی با اون آدم روبرو نشم مطمئن نمیشم. اینجا؟ کنجکاوم مدارکی که دستت رو ببینم. مدرکی ندارم، فقط با چند تا از کارگراتون صحبت کردم تا ببینم یاشار پینار درخواست رو نوشته یا نه. اون چند نفر کیا؟ آقا ارتان اون خبر چاپ نمیشه. وقتی اینجا همه نوشته هاشو تحویل من داد سریعا میدمشون خدمت شما. راحت حل شد، اصلا لازم نبود بیاییم. خبرش پخش میشه. میخوام همه چی اون زنو بدونم، حتی اینکه امروز صبحونه چی خورده، همه چی. آماده باش، خبر پخش میکنیم. فردا صبح همه میخوننش.
کار میکنی؟ خوش اومدی. ممنونم. دارم یه چیزی میکشم که موندگار روشه. ببین اسم دیگه هم که نرش نوشته میشه. نه بابا جدی؟ بله دیگه، به نظرم زندگی 2 نفره حوصله سربر میشه. خب 2 تا دختر 2 تا پسر. چیه؟ خب چیه مگه؟ میخوام با هم یه خانواده بزرگ داشته باشیم. فیروزه مردم از نگرانی. دختر چی شده؟ آیاز اونجاست، تو اون شرکت کار میکنه، نامزد خواهر عطاره براک امیرکار. چی؟ تازه جلوی چشمای من دست تو دست هم دیگه رو بوسیدن. چند وقت دیگم عروسیشونه. باورم نمیشه. خدا، تازه سوال جواب من میکنه، میگه اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اومدی؟ انگار هیچ کاری نکرده، انگار اونی که گذاشت رفت خودش بود. اومده از من حساب بس میگیره. خب تو چی گفتی؟ هیچ جوابی نداده. فیروزه خیلی بد شد. من این دختره رو میشناسم، توی اینستا فالوش کردم، هرچی میخوره عکس میگیره و پخش میکنه. توی اینستا گفت نامزد کردم و نگفت با کی. خب اگه فهمیده بودم که زود خبرت میکردم. حالا نقشت کنسل شد. اصلا به خاطر اون آدم که بی خیال نقشم نمیشم. میخوام بیگناهی بابامو ثابت کنم. عزیز دلم مگه اون آدم برای تو هر کسیه ها؟ یه نگاه به حال و روزت بکن. اون آدم هیچی من نیست، هیچ نسبتی به من نداره. بگه آتیش گرفتم بهش محل نمیدم، بیفته زمین بلندش نمیکنم. اون هیچ کاری منه، هیچکی من نیست، هیچکی من نیست. سلام. آقا سینان کجا؟ همینجا. سلام میاد. باشه ممنون. برقرار کی میان؟ فردا میان آقا سینان. خیلی خوب. حیاس خیر باشه داداش. یه سوال ازت داشتم. بپرس. فیروزه تو شرکت شما کارآموزیشو گذرونده؟ فیروزه تو؟ آره فیروزه من. فکر نکنم، یعنی اصلا با هم روبرو نشدیم. انگار 3 سال تو شرکت شما هم کارآموز بوده هم دستیار پروژه بوده. خب چیزه، بذار برم شرکت بپرسم بعدش بهت زنگ میزنم. باشه؟ لطف میکنی برادر. این حرفا چیه؟ پس منتظر خبرتم باشه. مراقب خودت باش. دمت گرم. میخوای چی کار کنی؟ همینطور اینجا میخوای بشینی؟ سر کار گفتم مامانم از حال رفته، من میرم، شب میام پیشت. باشه فیروزه، اگه عیاز بفهمه برای چی اونجایی و اینکه هویتتو تغییر دادی و این چیزا چی ها؟ فعلا که هیچی نمیدونه، فقط کافیه فامیلیمو بفهمی. عزیز دلم هر چی زودتر اون فیلم ها رو بردار از اون شرکت بیا بیرون. باشه فردا تمومش میکنم. فعلا kara sevdam merak etme yaşamaksa yaşadım lakin canımın çok kaldı sende pişman mıyım asla güzelleştim yasla sevmedim mi sevdim evet senden sonra da ihtirasla داداش آیاز تو رو فرستاده؟ حتما اون فرستاده، چون فقط اونه که میدونه من چه گلی رو دوست دارم. حالا خودش کجاست؟ داری کجا میری؟ آیاز آیاز.
içerime içerime akar. Benim ciğerim yanar, ter uyanır, can kanar. İki gözüm iki çeşme, haberin yok. İçerime içerime akar. Unutmadım, unutamam kara sevdam. Merak etme, yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çok adı sende. چی شده؟ مسئله اینجا حل شد. آدرس رو برات میفرستم. انگار امروز روز شانسمه. روز شانست روز تولد منه. آره فکر کنم. آیشه برات کتاب خریدم، صبح یه تا بهت بدم باشه. ما با تو قهریم. آخه عمو یاشار قاتله. به خاطر عمو یاشار بابام رفت یه جای دور. آیشه برو خونه دخترم. آبجی زهرا، آخه این حرفا چیه به بچه گفتی؟ بابای من مقصر نیست که. واقعا؟ پس تو زندان چی کار میکنه؟ یعنی تو از پلیسا بیشتر میدونی؟ جرمو انداختن گردن بابای من. واقعیت کاملا مشخصه. تو هم هی خودتو گول بزن و با خودت بگو بابام بیگناهه. نه نه، من با این دستام روش خاک ریختم، براش گریه کردم. چی و نه فیروزه، من اگه جای شما بودم یه دقیقه هم اینجا نمیموندم. اسباب اساسم رو جمع میکردم و میرفتم. دلم نمیخواد تو چشم کسایی که بدبختم کردن نگاه کنم. آبجی زهرا اینطوری نکن، اینطوری نکن. بابای منم زخمی بود، دیدی که از مرگ برگشت. حالا ببین، من بیگناهیشو ثابت میکنم، نه فقط به خاطر بابام، چون میخوام عدالت اجرا بشه. آبجی زهرا حالا ببین. چی شده فیروزه؟ این چه حال روزیه؟ چیزی نیست. تو کجا میری؟ سز جان، اینا مجلس دعاخونی دارم، میرم اونجا. این وقت شب؟ آره خدا کنه به موقع برسم. شعله اومده، خونه است. فیروزه جون بیا تو. تا این موقع کجا بودی؟ تا خونه پیاده اومد. خدا کنه سرما نخورده باشی. اصلا سرما رو حس نکردم. آره خب، چون گرمای عشق عیاز بزرگتر از این حرف هست. ببخشید. بیا، میخوام یه چیزی نشونت بدم. پوستم کنده شد تا تونستم از مامانت مخفیش کنم. بدو بیا ببین. بیا دیگه. خب این هم از اینا لباساییه که مشتریامون گفتن میخریم اما نخریدن. گفتم به خانم معمارمون میاد. جانانم راضی کردم. یکم من کردم و خیالت راحت حله. من چطوری جبران کنم؟ خدا رو شکر هستی. با موفقیتت جبرانش کن. اون فیلم رو پیدا کن و عمو یاشا رو برگردون خونه. دیگه چیزی ازت نمیخوام. حالا ببینیم چجورین. باشه بپوششون. بپوش ببینم فیروزه. هی با تو هم.
اینجا چه کار میکنین؟ اومدم ببینم حالت خوبه یا نه. امروز یکم ترسوندمت، متاسفم. الانم با اجازه میخوام ازت عذرخواهی کنم. اینجا رو میشناسم، تو پاریسه. اینم میدونم بودجه این چیزا رو کی داده. همون طرفی که تبرئه‌اش کردی، جریان رسوایی دارویی. کوکچای تومانر کاندیدای اصلی اون بود، اما به خاطر یه پروژه کوچیک جایزه رو دادن به تو. چی میگفتی؟ تنها خواسته من اینه که مردم واقعیت ها رو بدونن. صداقت رمز موفقیت و راستگویی مسیرمه. از کجا شروع کنم به نابود کردنت؟ این کارو نکن. معلومه که نمی کنم. خیالت راحت نمی کنم. من نمیخوام آرامش کسی رو به هم بزنم. زود باش، هرچی اطلاعات داری بده به هم. زود باش. مهوش فردا یکی بفرست خونه و دفتر روزنامه‌نگارمون رو چک کنه ببینه چیزی مونده یا نه. هرچند عرضه کاری نداره اما کار از محکم کاری عیب نمیکنه. خیر باشه خاله جان. یه نفر اینجا کار میکنه. سفدا خانم روانشناس. اینطوری صداش میکنی؟ مامانشی؟ نه خیر، خواهرشم. کیف پولشو جا گذاشته بود براش آوردم. خودم میخوام بهش بدم. برو تو بپرس. سلام جوونا. سلام. چه خبر عزیزم؟ چطوری؟ هیجان دارم. خب بگیم ببینم خبر جدیدی که قراره بهم بدین چیه؟ خبر خوب اینه که خونمونو پیدا کردیم. جدی؟ آپارتمانش چطوره ارسن؟ خوبه؟ البته اگه بخوای رو به دریا باشه قضیهش فرق میکنه. اعصاب نداری آیاز؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ انگار ناراحتی. نه بابا، چه مشکلی؟
به نظرم جا و مکان اهمیتی نداره داداش. حالا که اعتراض نکردی فرض رو بر قبول کردنت میذارم. این همون برجیه که تو بومونتیه؟ ویوش خیلی قشنگه نه؟ فقط یه مشکل داریم که دکوراسیون داخلیش انجام نشده. میدیم فیروزه تا طراحی داخلیش انجام بده. هنر و مهارت خوبی داره. خب به نظر من خوبه، میتونیم امتحان کنیم. کارمونم راحت تر میشه مگه نه عزیزم؟ ببخشید با سفدا کار دارم، خیلی وقت منتظرم اما پیداش نیست. درد و خاله هی به هم میگین خاله. سفدا میگه که کیف پولم تو کیفمه. خب که چی؟ یعنی که نمیاد. بفرمایید شما بیرون. بفرمایید دیگه. کارش کی تمام میشه؟ خدا میدونه. باشه منتظر میمونم. پاشو آبجی، پاشو اللهمو نکن. ولم کن. برو بیرون. ای بابا پسرم با این دختره میگرده، حالا گذاشته رفته. گفتم شاید از جاش خبر داشته باشه. پاشو آبجی دیگه. پاشو باشه دستمو ول کن. برو کنار. فیروزه بازم میگم خیلی مراقب خودت باشه. خیالت راحت، مراقبم. من برم دیگه، بیا بغلت کنم. فعلا خوبه؟ مگه میشه خوب نباشه؟ از شستنش پشیمون شدم. آخه بوی بابا رو میداد، الان دیگه بوش رفت. خیلی دلم برای بابا تنگ شده آبجی. منم دلم براش تنگ شده آبجی. این دفعه که اومدی اصلا با هم تنها نشدیم. دلیل خاصی داره؟ ببین براک، توی خونه یه سری مشکل دارم، حلشون کنیم با هم میریم یه جایی. باشه، دوست دارم. منم. شب بخیر. راستی میشه قبل از عروسی قرار شما عملی کنیم؟ چون مامانم دیگه خیلی به هم گیر داده. میگم براک نمیشه بیخیالش بشیم؟ راه فراری نداری. به نظرم حق داره. میخواد همو ببینیم که تو عروسی مثل غریبه ها نباشیم. باشه، ببینم چی میشه. باشه، پس فردا میام شرکت که همو ببینیم. باشه. خوبم.
بازم نشد کرایه خونه رو جور کنم. میبینی؟ دختر جون من که بهت گفتم بهش بگو. وای سیفتا الان به صابخونه چی بگم؟ براش آهنگ بخون. فاروق کجاست؟ بگو پسرم کجاست؟ چی میگی؟ چرا اینطوری میکنی؟ برو کنار وگرنه به خدا برو کنار ول کن ببینم. پسرم من اومدم. مامانت اومده عزیزم. بابا نمیذاره. خواب قفلت بیدار شو. برو کنار نبونی. پسرم من اومدم دنبالت. هی منو ببین الان به پلیس زنگ میزنم و پسرت اینجا نیست. برو به هر کی میخوای زنگ بزن. پسرمو گول زدی دیگه. یعنی چی پسرتو گول زدم؟ مگه بچه مدرسه ایه؟ بیا برو بیرون ببینم. زود باش راه بیافت. میگم برو بیرون زن حسابی. بیرون دیگه برو بیرون زود باش. ای بابا آیاز نامزدم. بله سینان. داداش فیروزه هیچ وقت تو شرکت ما کار نکرده. مطمئنی؟ آره مطمئنم. اصلا درخواست کارم نداده. باشه برادر ممنونم. چیکار میکنی فیروزه؟